مرکزهای زلزله‌نگاری قزاقستان و ازبکستان خبر دادند که صبح 31 آگوست سال 2022 ساعت 09:11 دقیقه به وقت محلی در قلمرو تاجیکستان باز یک زمین لرزه رخ داده است. بنا به معلومات مرکز جمهوری مانیتورینگ زمین لرزه های وزارت حالت های فوق العاده ازبکستان، زمین در قلمرو تاجیکستان در عمق 15 کیلومتر لرزیده. مرکز این آفت طبیعی در 220 کیلومتری جنوب و شرق تاشکند جایگیر شده است. شبکه ایستگاه زلزله نگاری وزارت حالت های فوق العاده قزاقستان خبر داد که مرکز زمین لرزه در 84 کیلومتری جنوب غربی شهر الماتو جایگیر شده. زمین در عمق 15 کیلومتر لرزیده است. طبق کوردینات‌های آورده زلزله نگاران قزاق، مرکز زمین لرزه در کوههای ناحیه عینی ولایت سوخت در شمال تاجیکستان جایگیر شده است. درباره شدت زمین لرزه در مرکزش اطلاع تا حال نشر نشده است، ولی در ولایت همسایه جیزخ ازبکستان شدت زمین لرزه طبق جدول ریختر از 2 تا 4 بال را تشکیل داده است. زلزله نگاران تاجیک تا این ساعت این خبر را شرح ندادند. درباره کدام خسارات جانی یا مالی بر اثر این آفت طبیعی گزارش هنوز به دست نرسیده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت میشوند. یادآور میشویم 2 ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این ناحیه و ناحیه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند.